قول بدین بچه‌های خوبی باشیم. سلامت دیجیتال شماره 1 جمعه 24 آذر 1402. سلام، من متینم. اینجا پادکست سلامت دیجیتال هستش. اگر که از طریق یوتیوب منو میبینین چنل متین خسروی، اگر که از طریق هر کدوم از پادکچرها میبینین سلامت دیجیتال با متین رو که بزنید میاره. یه شماره 0 در واقع داشتیم، این شماره 1 هستش که میخوایم توش یک سری اخبار جهان سلامت دیجیتال رو با هم دیگه ببینیم و به بهانه اون خبرها راجع به سری موضوعات خیلی مهم با هم دیگه صحبت کنیم. خب برای کسایی که از طریق پادکست منو میشنون بگم که تو یوتیوب پیج متین خسروی هستش که همه پادکست ها تصویریش هم اونجا هست. البته خیلی چیز خاصی رو فعلا واسه پادکست از دست نمیدیم، همون خبرها رو اینجا با هم دیگه میبینیم و تصاویرش رو با هم مرور میکنیم، ولی به غیر از اینا خب یه سری ویدیوهای دیگه، توضیحات دیگه، ایده های مختلف دیگه هم من توی پیج یوتیوب میذارم که میتونید تو توضیحات پادکست مینویسم، میتونید اونجا برید و ببینید. اگر هم که تو یوتیوب دارید میبینید و حوصله دیدن تصویر و تبلیغ و اینا رو ندارید، میتونید تو پادکست‌ها برید و بزنید سلامت دیجیتال با متین و پادکست ها رو گوش کنید. من اون سری تو شماره 0 گفته بودم که میخوام هر 2 هفته یه بار منتشر بکنم خبرها رو، پادکست ها رو در واقع. منتها فعلا دیدم این حجم خبرایی که تو این شماره من دیدم و حالا جمع کردم به همون اندازه نیم ساعت 45 دقیقه که دلم میخواد پادکست بشه میشه. در نتیجه اینو رفتیم، ان شاءالله بعدی رو میریم واسه 2 هفته بعد. اگر دیدم خبرها خیلی زیاده و خیلی خاصه شایدم زودتر. خبر اول خیلی جالبه که حالا اسم این شماره رو از اون گرفتم که کاخ سفید از ارائه دهنده های اصلی خدمات سلامت توی آمریکا قول گرفته. بریم ببینیم چه قولی گرفته. خب یه خورم اینترنت مرده. در میاد. قصه از اونجای شروع شد که چند وقت پیش بایدن یه دستور اجرایی صادر کرد در راستای اینی که هوش مصنوعی داره توی خدمات سلامت وارد میشه و دولتش رو موظف کرد که در راستای اینی که اینها خدمات درستی دارن ارائه میدن، خدمات سیف و سکیوری دارن ارائه میدن، یه سری اقدامات انجام بده. در راستای اون اقدامات اتفاقی که چند وقت پیش افتاده اینه که از ارائه دهنده های بزرگ سلامت در آمریکا یه جوری قول گرفته شده. در واقع اونها یه سری بیانیه دادن، یه سریاشون امضا کردن، به حال هر کدوم به نحوی که خدماتی که بر اساس AI و ماشین لرنینگ ارائه میدن خدمات عادلانه، درست، در واقع اپروپریت، بجا، صحیح، مؤثر و سیف و امنی باشه. یه لیست بلند بالایی هم هستش، حالا تو تصویر هستش، از آلینا هلث، واسط هلثکر نتورک، بیمارستان کودکان بوستون که حالا مال فکر میکنم مال MIT باشه یا مال هاروارد بود فکر میکنم، و خیلی مراکز دیگه. لیست بسیار بلند بالاییه. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که حتی مثلا تو تبلیغای واین هم در واقع مشروبا هم نگاه میکنیم اینه که میگن که enjoy responsibly، یعنی میگن که با مسئولیت بخورید و لذت ببرید. قضیه چیه؟ قضیه اینه که تو دنیای آزاد شما میتونی هر کاری بکنی، حالا با یک سری شروطی، ولی که مثلا تو باید مسئولیت اون هر کارت رو بپذیری. اگر اون مسئولیت از جنس یک کانسیکوئنسیه، یک اتفاقیه که متعاقب افتاده، شما بایستی که اون رو بتونی حواست بهش باشه، مانیتورش بکنی، پاسخگو باشی براش. آپدیت نمیخوام فعلا بکنم، در دسترس باشی و همه اینها. در واقع خیلی مهمه که فعلا ما بایستی ریسپانسیبل باشیم در گام اول تا حالا بعدا قوانین و چیزای دیگه بیاد و روی قضیه اضافه بشه. خیلی جالبه، یه 3 تا پارت مهم نوشته در رابطه با اینی که اینها تو اناونس هاشون تو حالا قول و قرار که گذاشتن، در واقع they have promised، قول دادن که
1. To inform patients and customers when showing them content that is substantially AI generated and not reviewed or edited by people. این خیلی مهمه. به آدم ها قول دادن که به آدم ها بگند اگر دارن محتوایی رو میبینند که توسط AI تولید شده و انسان چکش نکرده بعد از اون. خب این خیلی نکته مهمیه. این حد اقل ریسپانسیبیلیتیه که به آدمه بگی که من دارم این رو با AI نشونت میدم، من دارم این رو به عنوان تبلیغ نشونت میدم. 2. To embrace and adhere to a risk management framework for using AI powered apps. طبعا که اینه که یه سیستم هایی رو، یک ساختارهایی رو باید داشته باشن که ریسک ها و خطرات و هارم ها و آسیب های احتمالی که استفاده از این اپ ها و این ابزارها ممکنه ایجادشون بکنه رو مانیتور بکنند. این نیستش که صرفا یه اپی رو ما بنویسیم بدیم آدم‌ها استفاده بکنن، هرچی هم شد. در واقع یه وقت ریسپانسیبیلیتیشون اینه که خطرات و هارم ها رو حداقل یه ساختاری داشته باشیم که مانیتورش بکنیم. و از اون طرف هم سرمایه گذاری میکنیم و ابزارهایی رو تو فیلد AI توسعه میدیم که به برابری کمک بکنه، به دسترسی بهتر کمک بکنه، به هزینه ها کمک بکنه، نتایج رو بهتر بکنه، خستگی و برناوت کادر رو کم بکنه و در نتیجه اون اکسپریانس و اون تجربه مریض رو بهتر بکنه. که اون سری هم تو شماره 0 گفتم که دقیقاً تو ستینگ ما AI خیلی مهمه، بخاطر اینکه دقیقاً همینا، این دسترسیه که چیزی که ما واقعاً تو سیستم خودمون کم داریم. یکم میبرم عقب‌تر، بهتر شد. دسترسیه، حالا چه بحث ایکویتی اون عدالت و مساواته توی دسترسی داشتن، چه حالا بحث اکسسه، چه از اون طرف افوردبل بودن و اینی که بتونن هزینه هاش رو پرداخت بکنن. حالا بحث بهتر کردن اوتکام و برناوت هم که دیگه تو ساختار ما کامله. این چیز جالبیه که الان نوشته و یه چیز جالبی چیه؟ سرستا شد بیرون هیچ. یه چیز جالبی که من اینجا دارم میبینم این بحث برناوت که خیلی تو کشور ما هم تو کادر درمانمون هست، بحث فرسودگی شغلی و در کل هم که اکسپریانس بیمار بهتر شه. این نکته مهمیه که ما فعلا برای استفاده از AI تو اینجور چیزا قوانین مشخصی نداریم، کپی رایت مشخصی نداریم، حقوق مشتریان مشخصی نداریم، اما حداقل چیزی که هستش اینه که تعهد میدیم آقا عادلانه باشه، بجا باشه، ولید باشه، اثر بخش باشه، سیف باشه و اینی که در واقع ما مسئولانه میریم به سمتش و ازش استفاده میکنیم. خب در راستای این یه اتفاق دیگه که افتاده، خبر بعدیمونه، اینه که دانشگاه MIT یک سمپوزیومی برگزار کرده. دانشگاه MIT دانشگاه بسیار مهمیه در رابطه با مثلا اتفاقات فناورانه و اینجور چیزا. یه سمپوزیومی برگزار کرده در رابطه با جنراتیو AI و حالا پارت های مختلف داشته، بخش های مختلفی داشته. چیزی که برای من جالب بود که آوردمش، خب بخش هلت سیمپوزیوم بوده، جنراتیو AI به علاوه هلت سیمپوزیوم. سمپوزیومش رو بذار یه نگاه با هم بندازیم عنواناشو. اینی که دلیلی که اینو آوردم اینه، دو تا دلیل سومیش هم در جلوتر میگم. دلیل اول، ببین همین سمپوزیوم ها، همین دور هم نشستن ها چیزهایی هستند که باعث میشن ایده به وجود بیاد. خب الان تو هر کدوم از سمپوزیوم‌های سری آدمای تاپ اون فیلد رو ورداشته آورده، نشستن حرف زدن، برین استورمینگ کردن. حالا اونایی که دارن ویدیو میبینن تصویر رو هم میبینن. یه کنفرانس کلاسیک نیست، یه سری آدمون جلو صندلی نشستن دارن حرف میزنن، یه سری آدم این طرف. یه استند خیلی باحالی هم پشت سرشه که MIT Generative AI Week و بسیار چیز باحالیه. نکته اینجاست که از این نشستا، از این ایونت ها، از این گپ ها، از این صحبت هاست که ایده در میاد. یکی ممکنه اونجا باشه و پزشک باشه، یه ایده بیاد به ذهنش. ممکنه یکی اونجا باشه، یه مهندسی باشه، یه برنامه‌نویسی باشه، یه لینکی بتونه بزنه، یه چیزی تو ذهنش بتونه جرقه بزنه. طرف سرمایه‌گذار باشه و یهو از اونجا به ذهنش برسه که چرا که نه، من بذار یه خورده سرمایه‌گذاری تو این فیلد بکنم. خب این یه نکته.
نکته دومی که خب خیلی تو خبرهای این مدت من میخوندم، این سمپوزیوما و نشستا و اینا زیاد بود تو دنیا. وقتی که راجع به یه موضوعی این همه هی داره کنفرانس برگزار میشه که اکثرا موضوعاتشون موضوعات جنراله، موضوع اکثرا موضوعات اینه که چی میشه. خب زمانی که همه دارن اینجوری راجع به یه موضوع صحبت میکنن، این نشون میده که تو دنیا هنوز این قضیه اول راهه. خب یعنی فقط ما نیستیم که هنوز نمیدونیم دقیقاً میخوایم چی کار کنیم، بقیه هم اینجوریه که آقا یه چیزی اومده جنراتیو AI، بریم ببینیم چیه. MIT Generative AI Shaping the Future Symposium، سمپوزیوم شکل دادن به آینده. یاد اومده حالا پنل های مختلف داشته، یه پنل آموزش داشته راجع به اینکه جنراتیو AI چجوری میتونه تو فیلد آموزش کار بکنه. بعدیش هلت سیمپوزیوم بوده، یکی دیگه داشته کریتیویتی سیمپوزیوم، یه دونه دیگه بوده ایمپکت آن کامرس سیمپوزیوم، اثراتی که روی بحث حالا اقتصاد و چیزای مالی و اینها میذاره. من جای دیگه دیدم که باز چیز دیگه بودش راجع به آرت بودش به طور خاص، باز جای دیگه بودش راجع به هیومن ریسورس بود. اینو میخوام بگم وقتی که هنوز دنیا داره راجع به اینا سیمپوزیومای اینجوری برگزار میکنه، ببین وقتی یه چیزی به بلوغ میرسه، نشست ها و گپ ها و صحبت ها میره به سمت اینی که ما اینو ساختیم، اونو ساخته، مال من از اون بهتره. قصه که الان مثلا میبینی شرکت های بزرگ با هم دیگه کلکلایی که دارن، ولی وقتی همه حرفاشون الان حرفای اینه که چی میشه، چی میتونه بشه، چیکار کنیم که بشه، یعنی هنوز هممون اول راهیم. و این واسه ماهایی که داریم الان با هم صحبت میکنیم این پوینت رو میاره که میتونیم ما هم جز پایونیرها باشیم، جز اولیا باشیم و برسیم به قضیه. یه نکته سومی که گفتم جلوترش میگم اینه که تو اکثر این سیمپوزیوم‌ها، تو اکثر این کنفرانس‌ها، تاک‌ها، نشست‌ها و چند تا تم ثابته. مثلا راجع به اینی که آینده چی میشه، مثلا راجع به اینی که تکینگی که اتفاق میفته، مثلا ممکنه اونها از ما جلو بیفتن و یکی از تمایی که برام خیلی جالبه که تو اکثر این نشست‌های فلسفی و فکری و اینا تکرار میشه، بحث سلامت. یعنی به طور خاص اکثر کسایی که نگاه فلسفی میخوان بکنن یا نگاه آینده نگرانه میخوان بکنن به موضوع ماشین لرنینگ و علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی و اینها، یه گوشه نگاهشون بحث سلامت. و این خیلی نکته جالبیه. یعنی این یک اتفاق انقلابی و یک اتفاق تغییر دهنده، چیز خیلی بزرگیه تو فضای سلامت و هم دنبال اینن که ببینن خب چی کارش میتونیم بکنیم. در نتیجه خودمون رو جدی بگیریم. تو دنیا هم ما رو دارن جدی میگیرن و راجبش دارن حرف میزنن. خیلی جالب. خب من میشم ویدیو رو قطع کنم بخاطر اینکه من امروز بیمارستان کیشیکم و تو فاصله تلفنم زنگ خورد، من برم جواب بدم دوباره برگردم. از رویداد MIT و اینی که آدم ها حرف میزنن راجع به AI در همه جا که از اون لابلای حرفاشون یه سری چیزا جرقه بزنه، و از اینی که هر کی هر جا راجع به AI داره حرف میزنه یه سری هم به حوزه سلامت داره میزنه، میریم سراغ این خبری که از نیویورک تایمز بود. منتها لینک نیویورک تایمز مرگش گفتش که پول بده، من هم گفتم که میخوام بدم ولی دلار ندارم که بدم. در نتیجه رفتم از یه جای دیگه ورداشتم، یعنی این خانومه رو، خانم ابیگیل اکوهاوک، یه شخصیت باحالیه که ایشون از دیتا استفاده میکنه برای اینی که عدالت در دسترسی به حقوق سلامت و حقوق اجتماعی رو بالا ببره. یعنی چی کار میکنه؟ حالا راجعش سرچ بکنین کارهای جالبی کرده و چیزهای جالبی به اسم ایشون هستش. مثلا یکی از کارهایی که کرده این بوده که اومده یه آماری در آورده از اینی که چقدر مرگ و میر نوزادان زیاده، یا آماری در آورده از اینی که مرگ و میرها چه ارتباطاتی دارن به برست فیدینگ و اینی که شیر مادر بخورن، و اینها رو برده و شروع کرده بر اساس و به پشتوانه این دیتا
با کنگره آمریکا و با جاهای قانونگذاری که توی آمریکا هستن صحبت کرده و در نهایت تونسته این رو قانونی کنه که در محلهای عام، در محلهای عمومی میشه برست فیدینگ اتفاق بیفته و در واقع خانم‌ها میتونن تو جاهای عمومی به بچه‌هاشون از خودشون شیر بدن. یا مثلا یه کار دیگه که کرده بوده براش بوده، یا آماری در آورده بوده از تجاوزهایی که به دختران سیاه پوست میشه در جاهای مختلف آمریکا و دیده تو یه سری از جاها اون تجاوزها بیشترن و دیده اون جاها جاهایی هستند که غیر سیاه پوست ها هم اونجا زندگی میکنن، جاهایی که مثلا سفید پوست ها در کنار سیاه پوست ها دارن زندگی میکنن و بر اساس این دیتا دوباره رفته با مقامات محلی صحبت کرده، رفته با قانونگذارا صحبت کرده و از دل این کار 3-4 تا قانون حمایت از حقوق سیاه پوست ها و اقلیت ها در آورده در رابطه با حالا بحث حقوق دختران و تجاوز و اینجور موضوع. و کار جالبی که کرده جدیداً اینه که رفته با مراکز درمانی صحبت کرده و داره یک شبکه ای رو درست میکنه که اطلاعات سلامت اقلیت‌های آمریکا رو، به طور خاص رنگین پوست‌ها و سیاه پوست‌هاشون رو یه جا یک کاسه بکنه که بتونه با تحلیل اینها از این چیزا در بیاره. خیلی اتفاق جالبیه. در واقع کاملا داره از دیتا به عنوان یک سلاح استفاده میکنه، کاملا داره از اطلاعات به عنوان یک ابزار و یک قدرت استفاده میکنه که بتونه مشکلات رو پیدا بکنه. اینو آوردم به همین بهانه که بگم دیتا و اطلاعات فی نفسه خیلی چیز مهمیه، فارغ از اینی که ما بیایم مدل هوش مصنوعی ترین بکنیم، ما بیایم چه میدونم پیش بینی کنیم، مدل بسازیم، ماشین لرنینگ کنیم، نه، در دیتا در حد اقل توصیفش آقا اینها آمار ریپ هایی هستش که به دختران داره میشه، دختران سیاه‌پوست تو یه سری جاها این آماره زیاده، این آماره چرا زیاده، اینجا کجاست، اینجا فلان جاست، پس بریم مشکلش رو حل بکنیم. خب یه موضوعی که وجود داره دقیقا همینه که تو خیلی از کشورهای دنیا، به طور خاص کشورهای بلوک غرب، حالا مسیری که طی شده اینجوری بوده که از یه جایی به بعد اومدن گفتن که آقا ما بیایم به جای اینکه از شکممون تصمیم گیری کنیم، ما بیایم داده ها رو ثبت کنیم، ما بیایم اطلاعات رو نگه داریم. خب که بعد از تو دل این داده ها ببینیم چه خبره، آمار فروشمون رو نگه داریم که اگر فردا روزی یه کمپینی برگزار کردیم بتونیم ببینیم کمپینمون اثرگذار بود رو فروش یا نبود رو فروش. خب بعد آروم اومدن گفتن که خب بیاین از این داده ها برای تصمیم گیری های کلانمون استفاده بکنیم که این همون چیزیه، بذار بیارم بالا تصویر این خانم باشه، که این همون چیزیه که مثلا تقریبا 4-5 سال اخیر توی ژورنال‌های مدیریتی مثلا هاروارد بیزنس ریویوز خیلی راجع به دیتا دریون دیسیژن میکینگ، دیتا سنترد دیسیژن میکینگ، دیتا دریون منیجمنت و اینجور چیزها حرف زده میشد. بعد تکنولوژی علوم کامپیوتر اومد رسید به مرحله مدل سازی های هوشمند و ما گفتم خب حالا این دیتایی که داریم رو بیاید استفاده کنیم. ما اون بخش های اول رو تو کشور خودمون تا حد خیلی زیادی میشه گفت نداشتیم. خب و الان که یهو بحث AI و ماشین لرنینگ مطرح شده، ما در کنار اینی که مشکل داریم با اینی که چجوری مدل بسازیم، مدلمون رو چجوری ایمپلمنت کنیم و همه مشکلاتی که الان دنیا داره، یه دونه عقب‌تر این مشکل رو داریم که ما اصلا از این دیتاها نداریم که بخوایم روشون کار خاصی انجام بدیم. این خبر آوردم برای اینکه بگم برای اینی که بر اساس اطلاعات و دیتا کار بزرگ انجام بدیم، کار از این بزرگتر که قانون فدرال تصویب میکنه، خب نیازی به مدل سازی خفن و فیلان و بیسال و علوم کامپیوتر سنگین و این چیزا نداریم. ما همین که بتونیم اطلاعات رو یه گوشه نگه داریم که بعداً بتونیم برگردیم ببینیم، آنالیزش کنیم، ازش آمار بگیریم، نمودار در بیاریم، همین این فی نفسه میتونه به ما کمک بکنه که یه سری چیزای خیلی باحالی در بیاریم. این خانم ابیگیل اکو هاوک یه آدمی که بر اساس دیتا کارهای خفن انجام میده و الان داره سعی میکنه دیتای بیشتر داشته باشه بتونه کارهای خفن تری انجام بده.
در ادامه اون بحث ریسپانسیبلی استفاده کردن میایم سراغ یک خبر بانمک از رویترز که میاد که عنوانش اینه Meet Ashley, the world's first AI-powered political campaign caller. با اشلی آشنا شید، اولین تماس گیرنده کمپین های سیاسی بر اساس هوش مصنوعی. یعنی چی؟ خب این اونجا خیلی توی کمپین های انتخاباتی، تو رای گیری ها تماس تلفنی زیاد اتفاق میفته. کلا تو فروش و اینا هم اتفاق میفته. مثلا وولف آف وال استریت اگه یادتون باشه، مثلا زنگ میزدن به آدما سهام اینو بخر، سهام اینو بفروش، اینجور قصه ها. یا مثلا تو هاوس آف کارز زنگ میزدن به آدما تو رای گیری ها که بیاید به فلانی رای بدید، بیاید به فلانی رای بدید و اینجور قصه ها. خب ما از این چیزا خیلی کم داریم، چون مثلا به طور خاص کمپین به اون شکل نداریم، پولیتیکال پارتی به اون شکل نداریم و چیزای دیگه. حالا اشلی چیه؟ یه ربات تماسگیریه، مثل این رباتا که زنگ میزنن تلفن خونه، میگی بله، میگه با سلام مشتری گرامی، اگر که میخواهید به خیریه ما کمک کنید کلید 1 را فشار من قطع میکنم. و بعضیشون خیلی داغونن، تلفن که میره رو پیغامگیر نصف پیغامشون قطع میشه اونجایی که پیغامگیر داره حرف میزنه که پس از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید، و اگه مثلا یه پیغامی نصف نیمه ضبط شده چیز داغون. حالا این یه ربات شبیه اون، با این فرق که حرفاش از پیش ضبط شده نیست، حرفهاش رو خودش جنریت میکنه، حرف میزنه و جواب مخاطبش رو میگیره. نمیخوام این تبلیغات باحال رویترز، حرفای طرف مقابل رو میگیره، پردازش میکنه، یه جورایی یه چت باتیه که جوابهاش رو تبدیل به متن، تبدیل به صوت میکنه، پشت تلفن میگه به یارو و جواب یارو رو میگیره، تبدیل به متن میکنه، پردازشش میکنه. و به چه هدفی ترین شده؟ به هدف اینی که برای رقابت‌های انتخاباتی زنگ بزنه و آدم‌ها رو قانع کنه که به یه سیاستمدار خاص رأی بدن. خب خیلی چیز باحالیه و خیلی سر و صدا کرده. تو خبرگزاری فارسی هم حتی مثلا به عنوان چیز منفی نوشته بودن که چون فلان ها در آمریکا دست به دامن هوش مصنوعی شدن. اتفاقا من دقیقاً این خبر رو با همین هدف آوردم گذاشتم. من خبر دقیقاً با این هدف آوردم گذاشتم که بگم که حالا این وسط خیلی تو خبر بحث بودش که آقا این خوبه بعد چجوریه. من این خبر دقیقاً با این هدف آوردم گذاشتم که بگم آقا بسترهای هوش مصنوعی داره میره جلو. کاری نداره تو خوشت بیاد یا خوشت نیاد، اون میره جلو. اگر میتونی، اول که باید داره میره جلو، خبر اولمون باید نسبت بهش ریسپانسیبل باشی. نمیتونی همینجوری هر چیزی رو بندازی وسط بری جلو. حتی یه بحثی چندین وقت پیش در گرفته بود راجع به اینکه شرکت‌های بزرگی مثل اوپن ای آی مدل‌ها و ابزارهای جدید AI شون رو باید با یه مقدار تأخیر ارائه بدن، بین هر لانچ تا لانچ بعدیشون مثلا 6 ماه باید فاصله باشه که ما تو این 6 ماه بتونیم اون قبلیه رو هضم کنیم، اینجور نشه که ابزار از ما جلو بیفته. میخوام بگم باید ریسپانسیبل باشیم و از اون طرف هم باید اینو قبول کنیم که این چیزی که داره میره جلو. خب چه اشکال داره؟ میاد تو این صحبت میکنه راجع به اشلی و خب اولا که میاد میگه که این خیلی چیز شده، خیلی چی میگم بهش، تو چیزای پولیتیکال و اینا ترین شده. از اون طرف سعی میکنه که خیلی قانع کننده حرف بزنه. مثلا این نکته داره، یه نکتهش اینه که خب سرعت کارو میبره بالا. یعنی میتونه این ربات همزمان با چند تا خط تلفن با آدما زنگ بزنه، همزمان باهاشون حرف بزنه، قطع کنه، دوباره با بعدیا زنگ بزنه، خسته نمیشه. و از اون طرف هم وقتی مثلا به من زنگ بزنه، منم بهش بگم که برو گم شو، خوشم نمیاد، تق قطع کنم تلفنو، بهش بر نمیخوره سر نفر بعدی خالی بکنه. خب این اتفاقات خیلی باحالی میفته. میتونه با آدم‌ها صحبت کنه، قانعشون کنه. از اون طرف این متن‌هایی که میگیره رو میتونه پردازش بکنه و از اون طرف به اونایی که تو بک‌گراند کمپین نشستن اطلاع بده، میتونه بهشون آمار بده، بگه آقا بعد از فلان قضیه اقبالتون اینقدر رفته بالا یا اینقدر اومده پایین، یا مثلا این تم‌هایی بودن که تو حرف‌ها و مکالمه‌های تلفنی بیشتر از همه گفته شده. حالا اومده میگه که مثلا تو این از این طرف قضیه
از اون طرف قضیه میاد میگه توی عصری ما الان هستیم که مثلا خیلی داره چیزای سیاسی میجنگن با دیپ فیک. دیپ فیک چی بود؟ دیپ فیک همون چیزی بودش که مثلا میومد از روی عکس‌ها و فیلم‌های متین یه مدلی از متین رو در می آورد. دارم خبرای اینو نگاه میکنم، بریتیش ایرویز داره تبلیغ میکنه توش، نمیخوام میام بالا که نبینم ویدیوشو. یه مدلی من در میاره و میادش و یه ویدئویی رو نشون میده که توش متین داره حرف میزنه، کاملا هم واضحا قیافه متینه، صدای متینه، حرکت‌های متینه، ولی متین نیست. رو صدا خیلی اول رو صدا شروع شد قضیه، بعد از صدا رفت رو تصویر شروع شد، چقدرم زیاد بود، چند تا مورد مثلا خبرهای کلاهبرداری و اینا ازش بود. مثلا از طرف دیپ فیک رئیس بانک رو مثلا درست کردن صداشو، از طرف اون زنگ زدن به بانک گفتم من فلانی ام، آره امروز نمیتونم بیام، خیلی اورژانسی میشه دسترسی فلانو به من بدید، من هایپیم الان اینه اونم. گفته خب رئیس دیگه باشه الان بهت میدم. خب میگه تو اون عصر حالا از این طرف اینا اومدن یه سری چیز ساختن که خودش میاد زنگ میزنه حرف میزنه. دقیقاً نکته همینه که این یه تکنولوژیه، این یه چاقوه. تو میتونی این چاقو رو فرو کنی تو شکم یه نفر، میتونی با این چاقو بری سیب پوست بکنی بخوری. دلم خواست. حالا خلاصه که اینجوریه، میاد میگه که این اسکیل رو خیلی میبره بالا، این میتونه توی انتخابات ها خیلی استفاده بشه و هیچ قانونی هم وجود نداره که بگه این به طور مستقیم بیاد بگه که این فناوری ها و این چیزها بدن یا خوبن. هیچ قانونی در این راستا نیست. ببخشید بدن یا خوبن نه، قانونی ان یا غیر قانونی ان. یه سری چیزا وجود داره، مثل کلاهبرداری، مثل نشر عکاسی و خب این چیزا رو به هر حال هیچ سیستمی نباید مصداقش بشه. و این خبر آوردم بابت این که بگم که داره با این AI تو هر فیلدی کارهای باحالی میشه دیگه. مثلا ممکنه به مغز آدمم خطور نکنه و این لزوما نه بده نه خوب. اگر این کمک بکنه که کمپین های معقول تری بشن، آدم ها بهتر با یه آدم معقول تری، با یه در واقع مخاطب معقول تری، نه آدم، با یه مخاطب معقول تری بحث بکنن خوبه. اگر که وقتی زنگ میزنه چرت و پرت بگه، دروغ تحویل بده و بده. فرق هم نمیکنه دروغ رو آدم میاد بگه یا AI بیاد بگه. من ترجیح میدم یه AI بیاد و به من راست بگه تا اینی که یه آدم بیاد و به من دروغ بگه. اما خبر بعدی که خبر بسیار عجیبی بود از نظر من، این خبری بودش که یک بررسی انجام دادند و دیدند که، حالا عنوان خبری خود با محتواش فرق کنه، من کلیت قضیه رو بگم. اومدن و دیدند که 1/3 بیمارستان‌های استرالیا مشکل امنیتی توی پروتکل ایمیلشون دارن. قضیه چیه؟ قضیه اینه که خب پروتکل ایمیل فی نفسه خودش پروتکل خیلی بی‌در و پیکریه که هر کسی میتونه از طرف هر کسی به هر کس دیگه ایمیل بزنه. روش اومده یک سری پروتکل هایی وضع شده مثلا دیمارک و امثال هم، یک سری روش هایی که این ایمیل الان تبدیل میشه به یک چیز قابل اتکا. شما میتونی مطمئن باشی که فلانی این ایمیل رو به من داده و من فرستنده هم میتونم مطمئن شم که این کسی که مدعی فلانیه واقعا فلانیه و من میتونم ایمیلم رو بهش بدم. حالا یه مطالعه انجام شده بین 70 تا بیمارستان خصوصی و دولتی استرالیا و دیده که 1/3 تو ایمیلشون پروتکل دیمارک استفاده نمیشه. خب و در ادامه شدن میمد میگفتش که میادش از این صحبت میکنه که حالا قرار میگه که تو بخش دولتی بدتر اوضاع از بخش خصوصی. بعد میاد صحبت میکنه که اصلا کلا بیمارستان‌های استرالیا حالا تو مصاحبه‌ای که کردن اون بحث سکیوریتی و چیزای سایبر سکیوریتیشون خیلی خیلی ضعیفه. اون چرا مهمه؟ اولا اینکه همیشه خدا سکیوریتی یک گام از دیولپمنت عقبه. یعنی هر زمان که یک چیزی اومده ساخته شده، اول آدم‌ها دنبال بودن که یه چیزی بسازن که کار کنه، خروجی بده، همه خوشحال شن. بعدن حالا میرن سراغ
سکیوریتیش و امنیتش. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که بعدن یادشون میره برن سراغ امنیتش. و چه اتفاقی میفته؟ یه چیزی که چند وقت قبل‌تر بودش، من تو لیست خبران نیاوردمش، یه شرکتی اسمش یادم نیست، تو آمریکا بودش اگه اشتباه نکنم، از این شرکتایی که میان ژنومت رو میگیرن، اطلاعات ژنتیکی رو بررسی میکنن و مثلا میگن تو فلان چیز استعداد داری، تو فلان چیز استعداد نداری، اطلاعات چند میلیون کاربرش بریچ کرد و اطلاعات ژنتیکی چند میلیون مشتریش با هویت الان کف بازار سیاه اینترنت در حال خرید و فروشه. در نتیجه سکیوریتی بحث مهمیه و اگر ما داریم راجع به توسعه سلامت دیجیتال حرف میزنیم، یه گوشه ذهنمون همیشه باید باشه که اوکی، نباید سرعت توسعه رو کم کنیم، ولی نباید یادمون بره که یک بخش خیلی 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 مهمی از دیجیتال هلث بحث امنیته. دیدیم تو اون دستوری هم که جو بایدن داده بودش راجع به بحث دیجیتال هلث و ای آی و این قصه ها، یه کانسرن خیلی مهم بحث سیفتی و سکیوریتیه. حالا سیفتی یه برعکس از سکیوریتی ولی کاملا واضحه دیگه. و این نکته هم که ازش راجع به اینجور چیزا که آقا خب حالا مثلا که چی، بیمارستان ایمیلش سکیور نباشه چی میشه؟ خب الان که اطلاعات ما میره رو هوا، یعنی یه نفر میتونه از طرف بیمارستان به یه جا ایمیل بزنه و بگه که مثلا فلانی تست اعتیادش مثبته و فلانی بدبخت میشه، یا یکی از یه طرف میتونه به بیمارستان ایمیل بزنه بگه من فلانی ام، اطلاعات سلامت فلانی رو میشه به من بدید، اونم. یا مشکل سایبر سکیوریتی بالاتر که ممکنه که افراد بتونن دسترسی پیدا بکنن به اطلاعات، افراد ممکنه که من برعکس گفتم، بیمارستان‌های دولتیشون اونجا از خصوصیاشون وضع بهتری داشتن، خب بخاطر اینکه سیاست‌های دولتشون و دولتیاشون و دولتشون داره بهشون میده دیگه. و کلا بحث پرایوسی میره رو هوا، هر کسی میتونه به اطلاعات سلامت من دسترسی پیدا کنه که اتفاقا اطلاعات سلامت من جزو چیزهای خیلی حساسه. ما استانداردهایی داریم که اگر قرار یک سروری اطلاعات مربوط به سلامت کسی رو سیف نگه داره، یه سری استانداردهای خاص اصلا باید داشته باشه واسه نگهداری اون اطلاعات. خب و همیشه تو بحث پرایوسی حرفی مطرح میشه، اونم اینه که من که چیزی واسه قایم کردن ندارم. نکته اینه که پرایوسی به این معنی نیست که من یک سری چیز برای قایم کردن دارم و دیگران نباید ببینن. نکته پرایوسی اینه که من یک سری چیز دارم که باید ازشون نگهداری کنم، نه اینکه قایمشون کنم. یعنی چی؟ یه اتفاقی که اخیراً افتاده و زیادم داره میفته سر بحث لیک اطلاعات شرکت تپسی که اطلاعات سفر خیلی ها رو، شماره تلفن ها و اومده. اولا که بحث پرایوسی بخشش پازله، یعنی یه سری اطلاعات تو از اینجا میاد، یه سری اطلاعات تو از این ور لیک میکنه، یه سری اطلاعات تو از این ور لیک میکنه، بعد اون کسی که بخواد حمله کنه اینو میگیره اینم میگیره، به هم میچسبونه، یه تصویر میشه که با این تصویر میتونه به تو حمله کنه. یعنی چی؟ اطلاعات تپسی من لو میره و متین اطلاعات تپسیش وجود داره. از اون طرف یه سایت دیگه اطلاعات هویتی من لو میره، یه سایت دولتی بودش که حتی یادم واسه رجیستر کردنش اسکن کارت ملی و شناسنامه میخواست و اطلاعاتش لیک کرد کامل. و نام پدر من و یه سری شماره تلفن از توش میاد بیرون. یه جای دیگه هم یه سری آدم بودن که یه سری اطلاعات جمع میکنن، اطلاعات اونا لیک میکنن و یه سری شماره تلفن میاد بیرون. خب از اینا چه اتفاقی میفته؟ شماره تلفن پدر من در میاد، یه اسمس براش میره که سلام بابا، من متینم، داشتم میرفتم بیمارستان امام خمینی که من توش هستم، کارتمو جا گذاشتم، این شمارم شماره راننده است، میشه اینقدر پول براش کارت به کارت کنی؟ من اینترنتم کار نمیکنه یا گوشیمو جا گذاشتم یا هر چیز دیگه. بابام اینجوریه که خب متین به من از طرف یک پیام داده داره میره بیمارستان. آره من میدونم داشت میرفت بیمارستانم که امامه، خب جا گذاشته دیگه، باشه کارت به کارت میکنه. اطلاعات این که پدر من کیه، شمارش چیه، و از این طرفم اینی که
جایی که متین زیاد میره میاد بیمارستان امامه، پس احتمال محل کارش بیمارستان امامه. این قضیه ها به هم ربط پیدا میکنه و یک کلاهبرداری موفق اتفاق میفته. و کاملا بحث اشتراک دیگه، تو دیتابیس لیک های مختلف اشتراک ها رو میگیرن ببینن بیشترین دیتای لیک کرده از چه آدمایی، اون آدمای آسیب پذیرتر میشن. تو بحث پرایوسی همیشه یه حرفی دقیقاً گفته میشه اینه که بحث قایم کردن یه چیز نیست، بحث اینه که آیا حاضری پسورد ایمیلت رو روی دیوار شهر بنویسی؟ آیا حاضری پسورد ایمیلت و البته خود ایمیلت رو روی بورد اعلانات عمومی بنویسی، بچسبونی، بذاری؟ مگه تو چیزی واسه قایم کردن داری؟ نکته اینه چیزی برای قایم کردن ندارم، ولی خیلی چیزا هستش که ازش مراقبت میکنم کسی متوجهش نشه، چون اگه تیکه های مختلف این بیاد اون موقع میتونه بر علیه من اتفاقات زیادی بیفته. پس بحث سکیوریتی بحث مهمی بودش که تو دیجیتال هلت ما باید حواسمون بهش باشه، به خاطر اینکه گفتم همیشه سکیوریتی در گام‌های اول کاملا ایگنور میشه چون سرعت توسعه رو میاره پایین. اوکی باشه، ولی نکتهش اینجاست که بعدش اینقدر هیجان قضیه زیاده که سکیوریتی کلا فراموش میشه. اون شرکتی که چند میلیون دیتای ژنومی ازش اومد بیرون مگه نمیدونست بعد اطلاعات هویتی افراد هش بشه؟ جزء پروتکل‌های استاندارد. ولی هیجان قضیه بسیار بالا بود. خبر بعدی که خبر بسیار هیجان انگیزیه راجع به اینه که یک درمان از بیماری آنمی داسی شکل یا سیکل سل آنمیا FDA اپروف شد. چند کلمه رو توضیح بدم. FDA اپروف یعنی اینی که یک چیزی توسط سازمان غذاداری آمریکا تایید شد که این یه اثر بخشی حد اقلی داره و یک ایمنی حد اقلی داره، در نتیجه اجازه میده که روی انسان‌ها هم اجرا بشه. نکته دیگه بحث تریتمنت و درمانه. سیکل سل آنمیا یا آنمی داسی شکل در واقع یه مشکل ژنتیکیه که گلبولهای قرمز یه مشکلی تو ساختارشون دارن که اینا توی سری شرایط تبدیل به حالت داسی شکل میشن. بیماریه که خب آنمی کمخونی یه بخششه با تمام عوارض کمخونی، توی عملکرد روزانهشون بیماران محدود میشن، از اون طرف یه سری دردا دارن، یک سری بعضن جراحی‌هایی باید براشون انجام شه، یه سری عوارض تهدید کننده حیات حتی تو فرمای شدیدترش پیش میاد و خب بیماری ژنتیکیه دیگه، مغز و استخون خونی که داره میسازه خون به درد بخوری نیست و در نتیجه تمام فرایندی که کارهایی که تا الان انجام شده راجع به این مریضا کارهای حمایتی بوده، مثلا کانزرواتیو بوده، تریتمنت درمان نبوده. این اولین درمان بر پایه ژنتیکیه که برای بیماران سیکل سل انجام شده. از چه طریق؟ یک چیزی وجود داره به نام کجای متن نوشته؟ CRISPR-Cas9 که حالا اون دانشمندایی که این رو کشف کردند چند سال پیش نوبل پزشکی گرفتن. خلاصش اینه که یک روشیه، یک مکانیزمیه که شما یک چاقوی خیلی ظریفی داری، یه قیچی خیلی ظریفی داری که میتونی یه بخشی از ژن رو ببری و اصلاحش بکنی. خب دقیقاً تو سیکل سل آنمیا همینه دیگه. توی آنمی داسی شکل بذار ببینم سیکل سل آنمیا، حتی اینی که دقیقاً کجا مشکل داره هم میشه قطعاً در آورد که دقیقاً مشکل چیه. یکی دو تا آمینو اسید خاص تغییر میکرد. اگر که راستی چیز دلاری دارید به ویکی‌پدیا کمک بکنید. بذار همولیتی حالا کامپلیکیشن هاشو ببینید چقدر عوارض داره این بیماری. بیام
یک سینگل نوکلئوتید میوتیشنه، یعنی یه نوکلئوتید جابجا میشه و حتی به طور خاص حتی میشه گفتش که اتفاقی که میفته اینه که در یه بخشی از یکی از پروتئین ها به جای یه دونه مولکول گلوتامات، آمینو اسید گلوتامات، به جاش والین میاد میشینه و همین باعث میشه که توی یک سری شرایط خاص شکل این RBC عوض شده و داغ میشه. حالا اینا میان چیکار میکنن؟ اینا میان اون یه تیکه ژن رو اصلاح میکنن. حالا فرآیندی که طی میشه اینه، میان یه نمونه از مغز استخوان بیمار میگیرن، اونو میبرن تو محیط آزمایشگاه، از طریق همین کریسپر کاس 9 میان اون یه تیکه ژنش رو ور میدارن اصلاح میکنن، اینو کشت میدن، زیادش میکنن و مریض رو میبرن مغز استخونش رو از طریق داروهای شیمی درمانی و اینا از بین میبرن و اینو به جاش میزنن. در واقع یه جور پیوند مغز استخوانه، منتها اهدا کننده خودشه، یعنی مغز استخونش رو پیوند میزنن با مغز استخون اصلاح شده خودش. مقاله خود FDA این اگه خواستین سرچ کنید بخونید، سرچ کنین FDA جین تراپی سیکل سل دیزیز، میاره قطعا اینو همون اول کار براتون. 8 دسامبر 2023 اپروف شده، دقیقا هفته پیش که دارم ضبط میکنم اینو. حالا فرآینداشو نوشته، دقیقاً چی کار میکنن اینا رو نوشته. جلوتش حالا دقیقاً نمیتونم پیدا بکنم. آمار جالبی داشت از اینی که هیچ رد پیوندی وجود نداشته، یعنی تمام این کسایی که تو مطالعات اولیه این کار بودن گرفته پیوندشون، کارشون انجام شده. فقط یه سری عوارضی از عوارض پیوند مغز و استخوان داشتند، مثل تهوع و استفراغ و سردرد و سرگیجه و زخم شدن لب و دهان و اینها، تب و که خب اینها عوارض روتینی هستش که ما تو بحث پیوند مغز و استخوان داریم، بون مرو ابلیشن و از اون بون مرو ترانسپلنت داریم. نکته چیه که این خبر رو میاره توی این پادکست؟ نکته اینه که تکنولوژی داره پیشرفت میکنه و تکنولوژی خب همچنان میگم تکنولوژی ابزاره. تو میتونی یه آنلاین شاپ یه ابزاره، تو میتونی تو آنلاین شاپ سلاح بفروشی، میتونی تو آنلاین شاپ صنایع دستی بفروشی، میتونی آنلاین شاپ همه چی بفروشی یا حتی میتونی آنلاین شاپ رو برداری هیچ چیز فیزیکی نفروشی، سرویس بفروشی، میتونی روش لینک دانلود بفروشی. خب یک چیز خیلی مهمی که فناوری‌های جدیدی که تو حوزه سلامت هستن رو فید میکنه اطلاعات دیجیتال هلفه. ببین اینی که چه ژنی مسئول سیکل سل آنمیا هست یه خروجی بیوانفورماتیکیه، یعنی تو کافیه ژنوم اینا رو بشینی بررسی بکنی، آقا این ژن متفاوت بوده، پس ما با کریسپر کاس 9 میتونیم این ژن رو اصلاح بکنیم. این اگر که پیشرفت بکنه، این فناوری اگر که پیشرفت بکنه که میکنه قطعا، وقتی FDA اپروف شده یعنی میشه به آزادی تو کشورهای مختلف استفاده بشه. تا چند وقتی که اتحادیه اروپا و اینا هم قطعا رو اپرووالش کار میکنن. فکر میکنم انگلستان حتی قبل از FDA اپرووش کرده بود واسه کار تو خود انگلستان روش. اولا این که خب این از یه طرف پیشرفت باعث این پروموت میکنه فرآیندهای پیوند مغز و استخوان و اینا رو تا یه حدی، یعنی کمک میکنه که اونها یه خورده پیشرفته ترشن، عوارضشون کمتر شه. از اون طرف کانسپت چیه؟ کانسپت اینه که ما آروم آروم داریم این توانایی رو پیدا میکنیم که اون سلول زایعه رو ورداریم، ژنش رو اصلاح بکنیم، دوباره برش گردونیم به بدن بیمار. پس در نتیجه شما با استفاده از بیوانفورماتیک اگر هر جایی بتونی مشکل ژنومی رو پیدا بکنی و بگی این ژن اگه اینجوری میشد درست میشد، این میگه خب بیا من اینو برات اینجوری میکنم ببین درست میشه یا نه. خب اولا اینکه علم در هم تنیده است، هیچ کس مستقلا شاخ نمیشه بره بالا، ما همه با هم داریم میریم بالا. یعنی اگر اون ور دنیا توی فناوری پیشرفت بکنه، پیشرفت اون میتونه کمک کنه من بیام بالا و بالا اومدن من باعث میشه اینم بره بالا. و از اون طرفم روز به روز داره تکنولوژی پیشرفت میکنه و تکنولوژی توی سلامت تشنه اطلاعات و داده های بیوانفورماتیکیه. اینو گفتم که تو خبر بعدی خبر بدم از اینی که همسر
مارک زوکربرگ مدیر عامل و مؤسس فیسبوک، مدیر عامل متا و دیگر چیزایی از این دست. خب می‌دونستیم که همسرشون خانم چان، نمیدونم چی خانم پریسکیلا چان که همسرشون بودن، پزشکن و ایشون الان این زن و شوهر با همدیگه یک مؤسسه‌ای رو زدن به نام مؤسسه چان زوکربرگ اینیشیتیو CZE که قراره تو بحث سلامت کار بکنه و واضحاً مؤسسه‌ای که یه ورشو یه دکتر راه انداخته باشه، یه ورشو یه آدم تکنولوژی مثل مارک زوکربرگ تو حوزه تکنولوژی سلامت قراره خیلی کارهای خفنی انجام بده. چه کارهایی قراره انجام بده؟ CZE خودش گفته که ما می‌خوایم دانشمندان رو ایمپاور کنیم، دانشمندان رو قدرتمند بکنیم. از اون طرف می‌خوایم ابزارهایی تو فضای ابزارهای پیشرفته بسازیم، به طور خاص مثلا میکروسکوپ الکترونی و چی و اینا رو بیاریم و از ابزارهای پیشرفته واسه اکتشافاتمون استفاده کنیم و اینی که بیایم یک سری هاب بشیم، همین حرفی که گفتم، هاب بشیم، مؤسسات و تکنولوژی‌های مختلف رو بچسبونیم به هم که پیشرفت اتفاق بیفته. به طور خاص میخوان که راجع به فناوری هایی که از AI استفاده میکنه کار کنن، میخوان از مدل های زبانی مثل چت جی پی تی و اینا استفاده بکنند برای اهداف پزشکی و میخوان مطالعات این سیلیکو رو هم توسعه بدن. مطالعات این سیلیکو یعنی در واقع شبیه سازی هایی که در داخل کامپیوتر انجام میشه. ما قبل از این میگفتیم موجود زنده، نه موجود زنده، نه سلولاشو بیاریم تو ظرف کشتمون روشون آزمایش انجام بدیم. الان میگن نه، اینو بیاریم شبیه سازی کنیم توی کامپیوتر، اگه اون جواب داد بریم تو کشت، اگه اون جواب داد بریم رو انسان. هم سرعت کارو میبره بالا، هم از اون طرفم چیکار میکنه؟ هزینه ها رو میاره پایین و امنیتش رو میبره بالاتر. اینو خواستم بگم که دنیا داره شتاب میگیره. و خبر آخر هم این که شرکت اینتل، یکی از غول‌های CPU و چیپست سازی، از چیپست ها و دستگاه چیپ های در واقع بهینه شده برای کارهای هوش مصنوعی و شبکه عصبی رونمایی کرد. قصه از چه قراره؟ قصه از این قراره که بعد از اینی که بحثای شبکه عصبی که من همین امروز توی سایت AI Gaps یه مقاله نوشتم، یه پستی نوشتم راجع به اینی که نورال نتورک چجوری کار میکنه، اگه خواستین بریم ببینین، پیشرفت دیدند که پردازنده های گرافیکی به خاطر فرم چیزی که دارن، فرم پردازشی که دارن، میتونن توی شبکه عصبی ها خیلی خوب عمل بکنن. آرمان رفتم بهتون که مثلا ما بیایم یک سی پی یو ها و چیپست هایی رو بسازیم که توی پردازش های مربوط به ای آی سریعتر و بهتر عمل بکنن. رقابت در گرفت به طور خاص انویدیا به خاطر همون کارت گرافیکی هایی که میساختش چیزش رفت بالاتر، ارزش سهامش رفت بالاتر، قیمتش رفت بالاتر و اینتل خدایگان چیپست سازی، یکی از خدایگان چیپست سازی، از در تاریخ 14 دسامبر دیروز که دارم ضبط میکنم مجدد یادآور میشم، از چیپستی رو نمایی کرد که به طور خاص میتونه چند ده برابر سی پی یو ها و چیپست های معمولی پردازش های مربوط به هوش مصنوعی و به طور خاص شبکه های عصبی رو سریعتر انجام بده. این از یه طرف به ما کمک میکنه که بتونیم با دستگاه های روزمره تر و کوچیکتر کارهامون رو انجام بدیم و از اون طرف کمکمون میکنه که با دستگاه‌های بزرگتر بتونیم کارهای خفن‌تری انجام بدیم. اگر امروز دستگاه انقدی لازمه واسه یه کار خاص، واسه اون کار خاص میتونیم از دستگاه انقدی استفاده کنیم و دستگاه انقدی باشه کار خیلی خاص‌تری میشه انجام داد. اپل هم از اون طرف داره رو چیپست‌های موبایلش کار میکنه که بتونه کار AI خفن انجام بده و در کل دنیای سخت افزار داره خیلی تلاش میکنه که بتونه تو این فضا خفن بشه، که از اون طرف هم ما بهش بگیم که حالا که تو سخت افزارهای خفن ساختی و سخت افزار خفنت چی کار کن. این آخرین خبر این شماره بود. من فقط یه جمع‌بندی اگر بخوام بکنم، تو این شماره ما
راجع به قوانینی که کاخ سفید وضع کرد راجع به AI تو سلامت صحبت کردیم، راجع به اینکه اومدن بیمارستان ها و مراکز قول دادن که ما عادلانه، امن و اثر بخش باشیم، ریسپانسیبل باشیم. اومدیم راجع به صحبت کردیم که الان همه جای دنیا دارن حرف میزنن که با AI چی کار میشه کرد، به خاطر اینکه همه اول کارن و میخوام ببینیم خب بریم ببینیم چی کار کنیم و به طور خاص هر کی میخواد بگه چی کار کنیم یه تنه میزنه به سلامت. در نتیجه خیلی مهمه که ما عقب نیفتیم. راجع به اهمیت دیتا به چی میگن به ذاته صحبت کردیم. خانم ابیگیل اکو هاوک که بر اساس دیتا چه جوری میتونه بره چونه بزنه، صرفا دیتای خام، در واقع دیتایی که یه خورده روش مثلا آنالیز اولیه انجام شه، نه که بخواد مدل سازی خفن انجام شه. راجع به اشلی با هم حرف زدیم، چت باتی که میتونه تماس بگیره و شما رو متقاعد کنه که به کی رأی بدین. گفتیم که یک سری بیمارستان‌های استرالیا مشکل امنیت سایبری دارن و اینی که پرایوسی خیلی مهمه. در رابطه با درمان سیکل سل با کریسپر صحبت کردیم، اینی که داره تکنولوژی پیشرفت کنه. این قصه کریسپر و اون قصه هوش مصنوعی اینتل و اون قضیه هاب چان زوکربرگ رو بذارید کنار هم و به این میرسید که تمام این لایه‌ها دارن تلاش میکنن که با همدیگه بیان بالا. اونا به ما کمک میکنن که تو دیجیتال هلت بتونیم کارهای بهتر، سریعتر، موثرتر انجام بدیم و از اون طرف هم ما بایستی به اونها خوراک بدیم که شما میتونید توی دیجیتال هلت چه کارهایی رو انجام بدین. این شماره به پایان رسید. همونطور که همیشه گفتم، بازم یادآور میشم، بهترین حمایتی که شما میتونید از هر کار آماتوری انجام بدید اینه که اولا اونو لایک کنید، سابسکرایب کنید و اینجور کارها، و از اون طرف هم معرفیش کنید به کسایی که احتمال میدید ممکنه که از اون چیز خوششون بیاد و اون رو دوست داشته باشن. لطفا پس من رو به دوستانتون معرفی بکنین. تو یوتیوب متین.خسروی به غیر از پادکست ویدیوهای دیگه هم میذارم. تو پادگیرها هم سلامت دیجیتال با متین رو میتونید سرچ کنید، ببینید، کیف کنید و امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید. فعلا خداحافظ.